گوری با مسی تاجیکی یعنی امام حسین حالا هم انجام نیفتاد ولی خود اون نمیدوند که در پیش اتهام جدی او را انتظار است. بهترین دسته هایی یعنی که مشهور دنیا شما کدام دسته رو بیشتر مخلصی بکنید؟ رامید منطقه پر از اسرار، منطقه پر از معجزه ها، منظره های زیبا، آبهای مصفا، چشمه های صاف و بی‌غبار، رود کافرنیان، خلق زحمتکش، تاریخ چندین عصره، مردم فرهنگ دوست، هنرهای مردمی، جوانان وطن دوست، این همه در برنامه دردانه های رامید. سلام دوستان، هموطنان، اینچنین دوستداران ورزش. خب چرا ورزش؟ زیرا که در قسم سیوم برنامه دردانه های رامید ما یک نفر ورزشگری رو دعوت ساختیم که با هنری والای و زیبایش الکی معروف و مشهور هم گشته است در بین عامه که این شخص زاده دهه رامید اسماعیلوف امام حسین می باشد با تخلص مسی تاجیکی. ما میخواهیم که اسماعیلوف امام حسین رو به یکی از موضعهای استراحتی دره رامید یعنی که افسانه های کوهی دعوت سازیم و با او انتخاب در ورزشگاه آنجا بگیریم. دوستان عزیز تا آخر برنامه تماشا میکنیم و میبینیم چی میشه. دوستان عزیز واخوری با مسی تاجیکی یعنی امام حسین حالا هم انجام نیفتاد ولی خود اون نمیدوند که در پیش اتهام جدی او را انتظار است. رفته برادرای عزیز ما خواهیم که هنر اصلی مسی تاجیکی رو معین سازیم. برای ما یکی از دروازه‌بان های بهترین لازم است که این هم احرام‌الدین جانچای ما می باشد. با مقابل مسی تاجیکی استادگری میکنه. رفتیم در دور اول ما میخواهیم امام حسین رو در 3 ضربه 11 متره بسنجیم که تا چه اندازه آن مهارت بلند دارد. در حقیقتا ما باور کردیم که در ضربه 11 متره یک هنری والای دارد مسی تاجیکی. در دور دوم ما میخواهیم هنر امام حسین رو به طریق ضربه از مسافه دور به انا همین نشان که
то чӣ дараҷа омада ба ҳамин нишон мерасад. خیلی که دوستان ما و شما دیدیم دور دوم با موفقیت پس سر شد و امام حسین اجرای این عمل برآمد. خب در دور سوم ما میخواهیم که ضربه از مسافه دور به دروازه، یعنی که این عمل رو حاضر ما میبینیم چخیل میگذارم. دوستان چخیلی که ما دیدیم دور سوم هم با موفقیت پس سر شد و حاضر هنر امام حسین رو ما در دور چهارم یعنی که با چی نمود میبینیم که با مقابل او حمایتگر میمونیم و دروازه‌بان و چگونه حرکت میکند و چگونه یعنی که توپ رو به دروازه وارد میکند. میریم. امام حسین اسماعیلов айни ҳол 22 сол дошта писари хурдӣ дар оилаашон ба ҳисоб меравад. имом ҳусейн дар донишгоҳи омӯзгории ҷумҳурии тоҷикистон дар курси чорум таҳсил мекунад, ки дар вақтҳои холигиаш машғули дарсҳои иловагӣ ва инчунин бо тамрин ва бозии футбол машғул мегардад.
breathing. I feel like دوستان عزیز خیلی که ما دیدیم از اجرای این عمل با آسانی یعنی که امام حسین میتواند براید. میخواستیم این رو بفهمیم از شما که برای اجرای این عمل چی باید کرد. برای اجرای این عمل فکری تازه و سکورس تیز در کارت تمام بهتر. من همچون پدر امام حسین فخر میکنم که فرزند من همچون انا فوتبالیستی نقض اعتراف گردیده است. اولا سلام خود رو ما به شما میرسونیم برادر عزیز. قدم شما رو به برنامه دردانه های امید شادباش میگوییم. خب اگر یگان گفتنی داشته باشید مرحمت بعدا ما سوال های خود رو به شما پیشنهاد می‌کنیم. سلام خود رو به همه تماشابینان میرسانم از جمله با ورزشگران. خب امام حسین برادر عزیز ما شما رو همچون یک فوتبال بازی شناخته و موفق هم میشناسیم، زیرا که آن مسابقه هایی که در جماعت همه ساله برگزار میگردد شما یکی از بازیگرانی یعنی که زیاد جان به دست آورده یعنی که موفق به حساب می روید. به همین خاطر سوال اولین ما این است چون هر وقته که چی باعث شد که از ساحه ورزش مخصوصا رشته فوتبال رو شما انتخاب کردید؟ وقتی که من خود بودم فوتبال رو بسیار در تلویزیون تماشا میکردم، شوق و ذوقم بسیار بودنده. میرفتیم میومدم پیش جلوم و مجبوری میبودم فوتبال بازی میکردیم. خیلی میخواستم که در آینده همین فوتبال باز همین مشهور شما مشهور گردوندن. خب شما در ساحه فوتبال عموما در کدام سمت بازی میکنید؟ حملگر داد شما به حیث حملگر هست. بهترین. خیلی که ما میدونیم همه ساله در جماعت دهات رومی بخشیده به جشن بین المللی نوروز مسابقه فوتبال برگزار میگردد و شما از دسته جوانان رومی هنرنمایی میکنید و یکی از بازیگران موفق هم حساب یافته میشود. ما همین رو میخواستیم بدونیم که طول فعالیت ورزشی که در این مسابقه ها اشتراک میکنید چقدر جایزه به دست آورده اید؟ دسته که من بازی میکنم 3 مرتبه جای یکم، 2 مرتبه جای دوم، 2 مرتبه دیگر جای سوم رو اشغال کرده ایم. خب این قدر بازی هایی که در این مسابقه ها طول این قدر وقت گذرانیده کدام بازیش برای شما خاطرمون است؟ فینال 2017 بر ضد دسته رومی 2 برای من خاطرمونه که خیلی بازی جالب گذشته بوده. در همین مسابقه هایی که در جماعت برگزار میگردید بر ضد کدام کماند یا دسته یعنی که بازی کردن برای شما دشوار بود؟ در فکر من همین دسته همین یفرق بود که در فینال در پول فینال خطیبه ما وام خورده تا برای ما دشوارتر بود. امام حسین جان ما در وقت هم صحبت بسیار سوال هایی که به ما لازم بود یعنی که از شما گرفتیم و همین خاطر میگذاریم با سوال های کمی هم باشه جالب میخواستیم بدونیم که با کدام دسته فوتبال جمهوری ما شما مخلصی میکنید؟ من خصوصا در دسته وحدت مخلص میکنم که خیلی همین دوستانی من در هوای بازی میکنم، هنرنمایی میکنم. بهترین میخواستیم بدونیم که از دسته هایی یعنی که مشهور دنیا شما کدام دسته رو بیشتر مخلصی میکنید؟ من بسیارتر تیم منچستر یونایتد رو مخلصی میکنم. خب از کشورها چیه؟ کشورها انگلیا. بهترین. سوال دیگری جالبی ما این است که میخواستیم بدونیم کدام فوتبال باز مشهور رو شما پیروی میکنید؟ سابق بازیگر منچستر یونایتد رو رونی رو بسیار پیروی میکنم، مخلصی میکنم. خب امام حسین من خیال میکنم در اون دسته که شما هنرنمایی میکنید یعنی که جوانان رومی سرمربی شما یعنی که عبدالوهاب سیف‌الدین میباشد، در همون دسته بسیار هستند بازیگران خوب به مانند برادران دلیر دوران و بازیگر دیگر محمد جان اکبر فیض‌الدین. یعنی من فکر میکنم که همون سسته که شما دارید بهترین بازیگرا یعنی که جمع آوری شدند. سوال ما چنین است که
آیا حالت شده است که آن حالتی رو شما در بازی اجرا میکنید که هوای در تمرین ها اجرا نکرده به همه کامبیناسیون در وقت بازی شده است که شما اجرا کردید یعنی که سرمربی در آخران این کار شما خرسند شد. بله راست میگی بازیگران خوب خیلی بسیار هستن اما ما قطعی دوران در بعضی حالت‌ها جامون ایواز میکردیم یک کامبیناسیون میگذروندیم که و گل مبادل میشه خیلی مربی ما از این کار خوشحال میشه. برادرای عزیز من فکر میکنم که امام حسین به همین توپ خود رو هیچ تصور کرده نمیتواند. در آخر برنامه برای این برادر عزیز من عرض سپاس رحمت میگویم که سخن ما رو رد نکرده در برنامه ما اومدید اشتراک کردید به همین خاطر ما برای شما در کارهای آینده تا موفقیت ها خواهانیم بگذار شما رو ما به حیث یک بازیگر کسبی در دسته های معروف کشورمون یا اینکه دسته های معروف دنیا ببینیم زیرا که شما ارزنده اید. به همین خاطر از شما میخوایم بپرسیم که بهر تماشابینان شبکه ما شما چی گفتنی داره؟ تماشابینان زنده باشین سلامت باشین همه وقت دوستدار ورزش باشین. دوستان عزیز این بود نشر سیوم برنامه دردانه‌های رامید که در این برنامه ما برای شما پیشنهاد ساختیم مسی تاجیکی یعنی که اسماعیلوف امام حسین را. به همین خاطر از هر یک شما احترامانه خواهش میکنیم که به شبکه ما ابونه شوید و توپمچه زنگوله رو پخش نمایید تا که از هر یک نویگری های ما باخبر باشید. دوستان عزیز لایک کامنتاری نوشتن رو فراموش نسازید زیرا که فکرهای شما به ما لازم است. خب از شما یک خواهش دارم که در کامنتاری فکراتون رو بیان کنید که در برنامه های بعدی آینده ما کی رو دعوت سازیم و با کی هم صحبت شویم. ما فکرهای شما رو انتظار میشیم. خیر دوستان عزیز باقی در پناه خدا باشه.